رسیدیم به قسمت دوم از مسیر گرفتن پروژه های بیشتر و به درد بخور توی سایت های مختلف. فرقی نمیکنه طراحی سایت باشه، سئو باشه، دیجیتال مارکتینگ باشه، بخواد مثلا وب مستر باشی یا بخواد فقط تولید محتوا کنی یا هر چیز دیگه ای. هر کاری که انجام میدی، چه فریلنس باشی چه کارمندی، این پلیلیست میتونه به دردت بخوره، چون چیزایی که نیاز داری همه رو اینجا هم دیگه جمع کردیم. توی ویدیو قرار در مورد نوشتن رزومه صحبت بکنیم. اگه چطوری میتونیم یه رزومه درستایی واسه خودمون جمع کنیم، یه رزومه حرفه‌ای درست کنیم و چطوری میتونیم بفرستیم که بتونیم اون پروژه رو بگیریم یا بتونیم اون پوزیشن شغلی که میخوایم رو بگیریم. بریم روی رکوردر دسکتاپ. من این پنی که اینجا دارم وازش میکنم. یه چند تا تایتل هستش که راجعش صحبت بکنیم که کل این مبحث جمع میشه. یعنی رزومه نویسی و اینکه تو داری رزومه بنویسیم که بتونیم کار بگیریم اونقدر کار پیچیده عجیب غریبی نیست، ولی خب ویدیو یه چند تا راجعش دیدم توی یوتیوب و جای مختلف، دیدم طرف کورس میذاره واسه اینکه مثلا چطوری رزومه درست کنیم و چطوری رزومه حرفه‌ای بنویسیم. کل مباحثی که نیاز دارید برای نوشتن رزومه همش روی ویدیو جمع میشه. اولیش اینه که خیلی میان افکتیو خیلی عجیب غریب رزومه درست میکنن، نمیدونم، میان با سایت های مختلف اکانت های پریمیوم میگیرن که بتونن رزومه بسازن یا کارهای خیلی عجیب و غریب و خارق العاده انجام میدن که مثلا رزومه خیلی خفن خوشگل چیز داشته باشن. بهترین حالت توی درست کردن رزومه اینه که نه از این ور بیفتیم نه از این ور. بذاریم رنگ این پنر یه لحظه تغییر بدم. یکی داریم کلا اصلا این بس براش مهم نیست، میاد رزومه رو توی ورد درست میکنه، صرفا یه تایتل مینویسه، یه سری کارهایی که بلده رو انجام میده رو مینویسه، نه حالا دیتای آنچنانی میذاره، نه شماره تماسی، نه هیچ چیزی، ولی یه فایل ورد درست میکنه همینجوری میفرسته. این یه مدلشه که اصلا کلا نابوده. یکی هم میاد یه اکانت پریمیوم میخره، یه رزومه خیلی نمیدونم توی مثلا پی دی اف اینجا کلیکبل، مثلا میزنی روی این میاد خودش اسکرول میشه میاد پایین، میاد توی بخش پروژه ها و نمیدونم خیلی همه چی رو رنگی بنگی میکنه و خیلی عجیب غریبش میکنه. اینم از این طرف بوم افتادن است، اونقدر به درد بخور نیست این قضیه، یعنی کمک آنچنانی بهتون نمیکنه. برای اکثر افرادی ما رزومه رو میفرستیم، چه پروژه‌ای باشیم ما بخوایم یه پروژه رو بگیم فریلنس باشیم، چه بخوایم توی حوزه‌ای توی پوزیشنی کار کنیم توی شرکتی، نه این به دردشون، اینو ببینن که اصلا کلا فیلتون میکنن، چون میفهمن که اصلا براشون اهمیتی نه قائل شدی، نه برای خودت و شغلت و تخصصت اهمیتی قائلی، نه میان خیلی به این بها بدن بگم مثلا چه رزومه خفنی پس حتما باید پوزیشن شغلی رو بدیم به این، پروژه رو بدیم به این. بیشترین چیزی که تاثیرگذاره مغز اون رزومه است، دیتایی که داخلش مینویسیم. یه سری دیتا داخل رزومه باشه که خیلی کمک کننده است برای هر کدوم از اون چیزایی که بهتون گفتم دیگه. نمیگم پوزیشن شغلی و پروژه، کلا میگم برای کار. حالا جفتش رو میتونید در نظر بگیرید، برای خودش برای جفتش میتونید اینو تعمین بدید. اوکیه. پس ما راجع به مغز این رزومه قرار صحبت بکنیم و بگیم که داخل رزومه باید چیا باشه که بتونیم اون پروژه رو بگیریم و بتونیم کارا رو انجام بدیم. توی اون تایم فریلنسی که داشتم و کار طراحی سایت انجام میدم و وردپرس، فکر میکنم حداقل اگه بخوام بگیرم بالای 100 تا سایت زدم، بالای 100 تا سایت وردپرسی طراحی کردم، چه فروشگاهی چه شرکتی. تقریبا از سال 95 96 کار میکردم تا 400 401 کار فریلنسی انجام میدادم. حتی زمانی که پوزیشن شغلی داشتم یه جا کارمند بودم هم پارت تایم بازم حالا پروژه میگرفتم انجام میدادم. تعداد بالاش به خاطر همون روشی بود که تو ویدیو قبلی بهتون گفتم. خیلی از پروژه هم از اون روش گرفتم، مخصوصا روش آخر که بهتون گفتم دهان به دهان میچرخه این مسئله. اگر پروژه رو با تمام وجود و تمام دیتیلی که نیازه انجام بدید، یعنی کم نذارید برای پروژه طرف و اینو در نظر بگیرید که این طرف شما رو تضمین میده به یه نفر دیگه و این کار همینجور انجام میشه و رشته توری شما میری جلو. من شاید بالای 50 60 از پروژه ها همین شکلی گرفتم که یه نفر من معرفی به یه نفر دیگه، چون قبل من سایت زده بودم و اون طرف توی لایه 1 و 2 و 3 طرف بود و خیلی راحت بهش اعتماد میکرد، اونم پروژهشو میداد به من و میام توی پروسه‌ای که داشتم اینجوری پروژه میگرفتم. حالا به غیر از اونایی که این شکلی گرفتمشون، اونایی که براشون پروژه براشون رزومه میفرستادم، چه تو دیوار آگهی گذاشته بودم، چه توی اینستاگرام بودم، چه توی سایت‌های مختلف میگرفتم آگهی میکردم که آقا مثلا من طراحی سایت انجام میدم. برای اکثرا چون رزومه رو میفرستادم دیگه دستم اومده بود که برای کی چه رزومه‌ای به درد میخوره. اوکی. و کل اون دیتایی که دارم و تجربه‌ای که تو اون زمان به دست آوردم همه رو با هم دیگه تو این ویدیو بهتون میگم. اولین چیزی که خیلی مهمه توی رزومه اینه که تخصصی رزومه بنویسید. برای یک پوزیشن یا برای یک پروژه
رزومه تخصصی خودش رو بفرستید. یه نفر هستش مثلا وردپرس کار میکنه، فتوشاپ هم بلده، پریمیر هم بلده، از طرف دیگه مثلا سئو هم یه کم یاد گرفته، تولید محتوا رو تا یه حدی میشناسه، همه رو میاد میکنه داخل یه رزومه، میگه آقا من اینو بلدم و انتظار داره هر جا که میفرسته همین قبولش کنن و دقیقاً برعکس اتفاق میفته. یعنی شما هر جا که این رزومه رو بفرستی 100% ردت میکنن. شاید بلد بودن و اینکه حالا یه دیتایی راجع مثلا در کنار وردپرس، در کنار مثلا راجع پریمیر بلد باشی و فتوشاپ هم بلد باشی و سئو هم یکم بدونی، شاید توی پروسه کاری شما بهتون کمک کنه توی اون شغل، توی اون پوزیشن شغلی. حالا برای پروژه اکثرا اینجوری نیست، پروژه طرفش مهم نیست که شما چی رو بلدید، حالا راجع به هم صحبت می‌کنیم. برای پوزیشن شغلی بیشتر صحبت می‌کنیم این قضیه رو. اصلا اینا توی استادکار طرف مهم نیست. اکثر افرادی که دنبال یه نفرن برای استخدام کردن توی شرکت، دنبال شخصی که سطح تمرکز و تخصصش روی یه موضوع باشه. اگر طرف به شما توی مثلا رزومه خودت نوشتی من اینو بلدم، اینم بلدم، طرف میگه این کارا نیست، یعنی اونقدی مثلا وردپرس کار نیست، بعد یکم اینو یاد گرفته، کنارش اینم یاد گرفته، بیاد اینجا از فردا تازه میخواد شروع کنه سرچ کردن و یاد گرفتن، مثلا راجع به وردپرس میخواد تحقیق کنه چی به چیه، میخواد راجع به پریمیر شروع کنه یاد گرفتن یا راجع به سئو، حتی فرقی نمیکنه هر کدوم از اینا، هر شغل دیگه هم که باشه همینا. من فقط اینا رو مثال میزنم چون چیزایی که هم بلدم هم توشون کار کردم، فرقی نمیکنه که تو کدومشون و راجع به کدومش رو بخواید کار کنید. اوکی، پس اگه قراره که رزومه ارسال کنید برای یک پوزیشن شغلی، بر اساس آگهی اون شرکت و بر اساس تخصصی که میخوان و واقعی، و اینم خیلی چیز مهمیه، واقعی بر اساس چیزی که بلدید رزومه پر کنید و ارسال کنید. نمیگم بیاید هر سری رزومه درست کنید. شما میتونید بر اساس مثلا 5 تا کار بلدی، میتونی بیا یه رزومه مستر درست کنی با مثلا 5 تا زیر رزومه هایی که همشون تقریبا بخش عکس و ارتباط با ما که یه سری از دیتاشون شبیه همه، ولی یه سری از دیتاشون تغییر میکنه. مثلا اینجا راجع به وردپرس کاری صحبت میکنی، اینجا مثلا فتوشاپ، اینجا پریمیر. اگرم فتوشاپ و پریمیر رو نمیدونم سئو، یو آی دیزاین و یو ایکس دیزاین و نمیدونم اینجور چیزا رو اونقدر تخصصی بلد نیستی، نیازی نیست راجع بهش رزومه درست کنی. چون کسی که دنبال متخصص مثلا پریمیره، کسی میخواد که بدونه مثلا چطوری با پریست کار کنه، چطوری خودش پلاگین بنویسه، چطوری با پلاگینا کار کنه، چطوری از ماسک استفاده کنه و ادیتای خفن بزنه. نمیتونی اگر یه کوچولو پریمیر بلدی بیای راجعش رزومه درست کنی. ولی اگر اونقدر متخصصی که فکر میکنی میتونی تنهایی توی همچین پوزیشن شغلی بشینی، میتونی راجع به هر کدوم از اینا بیا یه رزومه بنویسی، یا اینکه یه رزومه مستر کامل داشته باشی بر اساس هر آیهی که دنبال اون متخصصی میگرده که شما بلدشی، بیای ترجیحاً یه کوچولوی رزومه رو تغییرش بدی و تخصصیش کنی توی همون زمینه. اگر مثلا فقط طراحی سایت و سئو رو خیلی حرفه‌ای بلدی، پریمیر و فتوشاپ اینا رو بلدی، میتونی توی بخش مهارت‌های اضافی یا توی بخش مهارت‌های کناری یا بخش، حالا هر مهارت یکی اسمشو بذاری، یه سری مهارت‌ها هستن که مثلا برای طراحی سایت نیازه، مثلا مهارت‌هایی که در کنار کار به شما محول میشه، بالاخره تو بتونی مثلا با فتوشاپ کار کنی، پوستر برای بلاگ درست کنی یا بتونی بنر بالای سایت درست کنی دیگه. در کنارش میتونی به اینا رو بنویسی، این پایین بنویسی، ولی به عنوان تخصصی اصلی میای می‌نویسی مثلا من فقط وردپرس کارم و در مورد مثلا سئو تکنیکال هم بلدم کار کنم، یا توی این سایت میتونم کار کنم، و یا مثلا توی این سایت تخصص دارم سئو تکنیکال، که حالا کسایی بچه که سئو بلدن میدونن چیه دیگه. سئو که شما بتونی به بخش حالا کد نویسی و بخش سرعت سایت و اینجور چیزا دست ببری و اونو که بهترش کنی، خفن ترش کنی. اوکی، پس یه نکته خیلی مهمی توی رزومه وجود داره که خیلی باید بهش دقت کنید، اینه که نیایید یه رزومه درست کنید برای همه عالم بفرستید. بر اساس آگهی که میبینید و بر اساس تخصصی که نیازه و بر اساس تخصصی که دارید واقعا و میتونید توی اون پوزیشن کار کنید، که هم وقت خودتون گرفته نشه الکی برید تا اونجا مصاحبه کنی، هم وقت اون طرف گرفته نشه تا اونجا بری و ضایع بشی، میای یه رزومه درست میکنی و بر اساس هر آگهی میای اونو ادیتش میکنی و ارسالش میکنی. اوکی، پس یه رزومه مستر نداریم برای همه جا و برای همه کس. دو تا پلتفرم وجود داره که من بهتون معرفی کنم. خواستم اول معرفی کنم بعد بریم سراغ توضیحات. نمیدونم چی شد، اصلا پریدم شروع کردم صحبت کردن، حالا اشکالی هم نداره فکر میکنم. یکیش این فیگما، کسایی که یو آی دیزاین انجام میدن یا یو ایکس دیزاین انجام میدن فیگما رو میشناسن. خیلی چیز ساده و راحتیه. من برای یه سری ادیتا و کارهای این شکلی ازش استفاده میکنم.
البته که کار اصلی که باش میکنم یو آی دیزاین و یو ایکس دیزاین و چیزاست برای سایت های خودم یا برای سایت هایی که حالا باشون کار میکنم به صورت پروژه یا شغلی کارمندی یا هر چیز دیگه. کلا این نرم افزار کارش اینه، اینم لوگوشه، میبینید اون پایین در میبینیدش، این هم لوگوشه و یه فضا خیلی ساده ای هم داره. زمانی که بازش میکنی، حالا من اینور باز نمیکنم فرقی نمیکنه، اینجوری که باز میکنی اینا مثلا نکنین میخواید یه دونه کرییت نیو که میزنی یه دونه دیزاین فایل داره که برای همین کار یو آی یو ایکس دیزاینه، یه دونه فیگ جم داره که حالا یه بردی میاد چون میتونی مثلا تکست بنویسی و نوت بذاری و چیزا که زیاد به کار نمیاد. اینا ساید دکه که اینایی که میبینید اینجا اینا همشون اسلایدرایی که من حالا باشون کورسای آموزشیمو میگذرونم و اصلا توی بحث تست نفوذ و برنامه‌نویسی و این چیزا میبرمشون جلو، مثلا باشون کاری نداریم. کاری که شما میتونید باش انجام بدید اینه که اگر بخواید خودتون دیزاین کنید چیش میاد رزومه خودتون رو، یه دیزاین فایل میسازید، میاد اینجا براتون باز که شد. اینجا یه فریم داریم، نیاز نیست برید فیگما 0 یاد بگیرید، یه کوچولی باش کار کنید دستتون راه میفته. اگر میخواید یو آی دیزاین کنید یا یو ایکس دیزاین کنید نیازه که برید 0 یاد بگیرید. اینجا یه فریم میسازیم، اینجا میایم روی پیپر میذاریم روی آچار، اینجا یه آچار واسه ما میسازه، سایز استانداردی که بتونید توش مثلا چیش میاد رزومه خودتون دیزاین کنید. بعدش مثلا حالا دیگه با خودتون باش کار کنید دیگه. مثلا من میام اینجا یه همچین چیزی رو میکشم اینجا، اینه که مثلا میرم پایین‌تر، اینا میرمش اینورتر، یه کوچولو مثلا این لبه‌هاشو یه کوچولو گرد میکنم، اینا میرمش جلو، اینا میبندمش مثلا یه کوچولو این شکلی میشه. بعد میتونم بیام اینجا بزنم روی این یه دایره درست کنم، این دایره رو بندازمش اینجا، اینو میندازمش زیر، اینو میذارمش اینجا، اینو میذارمش بالا، این اوکیه. بعد میام اینجا اینو میذارمش اینجا. اینجا میتونید ایمیج انتخاب کنید، عکس خودتون از اینجا انتخاب میکنید، بعد میندازید اینجا، اینجا میفته عکستون. حالا میتونید یکم پایینتر باشه. این دیگه اصلا دیزاین خودتون داره که چه شکلی بخواید اینو بچینیدش دیگه. یه دونه چی بهش میگن به قول معروف، یه رزومه جمع و جور واسه خودتون درست میکنید. حالا این کارو میتونید بکنید، میایم اینجا یه رزومه دیزاین سرچ میکنید، اگه بریم چیزی به درد بخوری واسه هم بیار. بعد میام اینجا کانوا، فکر کنم کنوا بهش میاد، کانوا فرق نمیکنه. اینا بهتون یه سری چیز تمپلیت بگیسن که میبینید حالا حالت مختلف رزومه هستین، بسی به سلیقه خودتون که چه کار بخواید بکنید داره. خیلی هم شلوغ پلوغش نکنید، رنگ و رنگش نکنید، ولی سعی کنید یه چیز جمع و جور خوشگل باشه که هم خلاقیت توش باشه، هم مطالب مهم بولدتر باشه، مطالبی که حالا نباید بولد باشه کوچولو ریزتر و پایین نوشته شده باشه و همین حالتی دیگه. میتونید اینجا حالا تمپلیت مختلفش داشته باشید و بردارید یا ببینید صرفا و بیاید اینجا توی فیگما پیادهش کنید. یه جای دیگه هم که میتونید ازش استفاده کنید اینجاست. اینو چه کار میتونیم باهاش بکنیم؟ من اینجا حالا اکانت جاب ویژن اصلی که خودم باز نکردم، یه اکانت دیگه است. خب شما زمانی که ثبت نام می‌کنی همچین حالتیه که کلا خالیه، یه رزومه من داره. میای توی بخش رزومه انگلیسی و فارسی داره یا فارسی خالی. من فارسی انگلیسی رو انتخاب میکنم، فارسی خالی هم میتونید انتخاب کنید، فرق نمیکنه. اگر میخواید مثلا ریموت توی پوزیشن شغلی کار کنید توی مثلا کشور خارجی و توی سایت های مختلف مثلا از اونها کار بگیرید، میتونید انگلیسیش هم درست کنید، بد نیست، خالی از لطف نیست. مثلا فارسی رو من میزنم. بعد میام اینجا اسم و فامیل و جنسیت و نمیدونم وضعیت تأهل و همین دیتا رو بهش میدید. مرحله میری جلو، سوابق تحصیلی و سوابق شغلی و مهارت‌ها رو ازتون میگیره، مهارت‌های تکمیلی و میتونیم توی اون بخش وردپرس و سئو کاری که مثلا فتوشاپ پریمیر بلده بیایم توی رزومه خودتون. اگر نخواستید اینجا استفاده کنید توی همون فیگما یا هر جای دیگه که دیزاین میکنید اینو بنویسید، مهارت‌های تکمیلی، مهارت‌هایی که پوزیشن شغلی شما یا اون تخصص شما رو تکمیل میکنید، مثل کار با فتوشاپ پریمیر و اینجور داستانا. اینا رو پر میکنید، مرحله میرید جلو، در نهایت یه رزومه خیلی خوشگل و مشی بهتون میده. اونم میتونید دانلودش کنید و یه رزومه داشته باشید، فایلش همیشه همراهتون باشه. حتی اگر جایی بودید که در دسترستون نبود اون رزومه، خیلی ایزی دوباره لاگین میکنید روی جاب ویژن، رزومه‌تون آنلاین هست تحت وب، هر جایی که خواستید دانلودش میکنید، دوباره ازش استفاده میکنید یا برای کسی میفرستید یا به هر کسی نشونش میدید یا هر چیز دیگه، فرق نمیکنه. عکستون هم میتونید اینجا بندازید و یه رزومه کامل بهتون میده. اوکیه، این شد نحوه ساختن رزومه. گفتم که اونقدر سختش نکنید، اونقدر کار عجیب غریبی هم نیست.
مهمترین بخشی که توی رزومه وجود داره که خیلی سریع دیده میشه، یعنی اولین بخشی که از دید یک حالا کارفرما یا کسی که حالا بخواد شما رو استخدام کنه یا پوزیشن شغلی به شما بده یا هر چیز دیگه ای دیده میشه، پاراگراف اول رزومه است. بهترین جای رزومه است برای اینکه بیای معرفی خلاصه و مفید از خودتون داشته باشید. خیلی‌ها میان توی این قسمت داستان می‌نویسن. من از سال 96 وارد این حوزه شدم، از سال مثلا فلان تا فلان پام شکسته بود اینجا بودم، نتونستم کار کنم، از اون سال تا این سال پریمیر یاد گرفتم، بعد اومدم این کارو کردم، این سال تا این سال پشتک می‌زدم، اون سال تا این سالم نتونستم مثلا این کارو بکنم، اومدم دارم این کارو می‌کنم. داستان عجیب غریبی ننویسید. سعی کنید توی یه پاراگراف اول رزومتون یا نهایتا اینجا رو مثلا بیاید با حالا دیتای مثل این که اسم، فامیل، وضعیت تحول، سال تولد، فلان 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 پر کنید. اینجا یه نویسی خلاصه ای از من، یه همچین چیزی، حالا هر چیزی که خاصی بنویسید. توی یه پاراگراف از تخصصتون، یعنی از کاری که انجام میدهید در حال حاضر، تخصصی که دارید میایید صحبت میکنید، بعدش خیلی خلاصه و مفید می‌نویسید که چند سال تو این زمینه دارید کار میکنید و اهدافتون برای آینده توی این ساید شغلی چیه. همین، یعنی خیلی خلاصه و مفید همین چیزی رو می‌نویسی و کل این پاراگراف رو جمعش میکنیم. از من یه تمپلیت دیگه هم فکر میکنم اینور داشتم، اینا میتونم بیارمش براتون. نه این نه نیستش الان، مثل این که نیاز به چیز داره، وی پی ان داره که فکر نمی‌کنم بتونم روشنش کنم. حالا اگه تونستم بعدا تو ویدیو بعدی براتون میارمش. اوکی، پس توی یه پاراگراف اولش یه سری دیتا ریز بهش میدیم، ولی توی بعدش توی یه پاراگراف خلاصه خیلی سریع توی 2 خط یا 3 خط از خودتون می‌نویسید. 7 8 خط پاراگراف نشه، یه خط هم نشه، یه جوری نشه که اصلا طرف نفهمه چی نوشتید. تو 2 خط نهایتا 3 خط راجع به خودتون، یعنی راجع به تخصصتون، مقدار تجربتون و آینده‌ای که برای خودتون توی این پوزیشن شغلی می‌بینید می‌نویسید و کارو جمع می‌کنید. اوکی، پس اولین چیزی که دیده میشه 100% مهارت. یه موضوع دیگه که توی رزومه خیلی وجود داره، منم توش خیلی باگ خوردم موقع فرستادن رزومه برای شرکت‌های مختلف یا برای گرفتن پروژه‌های مختلف، این بود سعی کنید راه‌های ارتباطی کاملی بنویسید. یعنی هم شماره تماس داشته باشید، هم بنویسید ایمیلتون فلان چیزیه، اگرم تونستید یک آیدی تلگرام یا بذارید یا یه علامت واتساپ بندازید. آقا اگه خواستید واتساپ هم میتونید پیام بدی اینجا، یا میخوای خواستید تلگرام هم پیام بدی به این شماره هم میتونید تلگرام پیام بدید. یه سری از شرکت ها یا یه سری از افراد یه سری تعصب عجیب غریب روی یه سری از راههای ارتباطی دارن. یعنی یه شرکتی از صرفا فقط ایمیل میزنه یا صرفا فقط تماس میگیره، اصلا نه ایمیل میزنه نه پیام میده نه هیچ چیز دیگه. باید زنگ بزنه باهات صحبت کنه. خیلی اصلا همونجا یه مصاحبه ریزی پشت تلفن با تو انجام میدن. سلام، اوکی شما مثلا رزومه فرستاده بودید، چند سال گفتید مثلا زمینه دارید کار میکنید، چه تجربه هایی دارید. طرف میخواد ببینه نحوه صحبت کردن شما رو، اون اعتماد به نفستون، اون که چطوری میتونید پررو و پر راجع پوزیشن شغلی خودتون صحبت بکنید. پس راههای ارتباطی که میذارید سعی کنید کامل باشه. یعنی یه چیزی که خیلی معموله دیگه، شماره تماس منزل اون چیزا نذارید، یه شماره موبایل خیلی ایزی بالا میذارید چون سریع ترین راه ارتباطیه. بعدش ایمیل میذارید چون یه راه ارتباطیه میتونیم بگیم حرفه‌ایه برای بچه‌ها که میخوان کار کنن، و یه راه ارتباطی هم تو شبکه‌های حالا ارتباطی اجتماعی مثل واتساپ و تلگرام این چیزا. اوکی، نیازی به آیدی اینستاگرام و کانال یوتیوب و نمیدونم کانال اگر مثلا تلگرامی توی زمینی مثلا خودت داری و این چیزا نیست. صرفا 2 تا 3 راه ارتباطی باشی که بتونن باهاتون ارتباط بگیرن و باهاتون تماس بگیرن. یه موضوع دیگه هم به خیلی خیلی فکر میکنم مهمه بذارید برای بچه‌هایی که میخوان تخصصی توی زمینه کار کنن. تخصصی منظورم اینه که اگر میخواید واقعا به عنوان یک شغل حرفه‌ای کار کنید، یکی از بهترین چیزهایی که میتونید داشته باشید لینکدینه. لینکدین صرفا نه برای گرفتن پروژه یا نه برای گرفتن یک کانکشن با یک شرکت، نه برای گرفتن یک پوزیشن شغلی، برای اینکه مطمئن بشن شما توی این زمینه حرفه‌ای هستید. خیلی از شرکت‌ها مخصوصا توی ایران، مخصوصا که میگم توی کل دنیا همین شکلیه، ولی توی ایران با توجه به اینکه حالا خیلی فکر میکنن این شکلی نیست و ایران خیلی لو لول و اصلا لینکدین نمیدونن چی و فلان و اینا، اتفاقا خیلی از شرکت‌ها و خیلی از افراد
توی همین ایران میان سراغ لینکدین شما، میخوام ببینم شما توی فضای لینکدین داری چیکار میکنی، پروفایل چجوریه، پستایی که گذاشتی چجوریه، اونجا خودتو چجوری معرفی کردی، و میخوان سطح تخصص تو ازش آگاه بشن، مخصوصا اگه بخوای پوزیشن شغلی بالا داشته باشی. الان مثلا میخوام بهتون بگم ما وب دیولپر وردپرس داریم که برج 10 میلیون میگیره، وب دیولپر وردپرس هم داریم که برج 50 میلیون میگیره، دیولپر پایتون داریم که از برج 10 میلیون تا 15 میلیون میگیره، دیولپر پایتون داریم که الان برج 130 میلیون تا 150 میلیون تو همین ایران میگیره، برای افرادی که هوش مصنوعی کار میکنن و حالا لارج لنگویج رو کار میکنن، نمیدونم تو سایت مختلف کار میکنن، و یا دیگه بستگی به این داره که چقدر سطح تخصصتون باشه. افرادی که متخصصن توی حوزه و خیلی عجیب غریب توی اون حوزه دیپن و میخوان یه آدم 150 میلیونی رو استخدام کنن، صرفا با یه تماس تلفنی یه رزومه نمیان به شما اعتماد کنن. مطمئنن توی همچین سطحی اولین چیزی که میبینن لینکدین شماست، یعنی مطمئن میشن که شما یه لینکدینی داری و داری تخصصی توی این زمینه کار میکنی و داری پست میذاری و اصلا یه کانکشن های اونجا داری که افراد مثلا خفن توی این حوزه دارن باهات ارتباط میگیرن و باهات صحبت میکنن. در کنار لینکدین اگر دیولپری گیت هاب داشتن خیلی میتونه کمک کنه، یه گیت هاب داشته باشی، اکانت داشته باشی، پروگرامایی که حالا دیولپ میکنی اونجا بذاری، اگه اسکریپتی می‌نویسی اونجا پوش کنی بذاری اونجا باشه، و اصلا یه پروفایل داشته باشی که استوری واسه خودش داشته باشه، نمیدونم افراد زیادی دنبالت کنن توی اون فضا، اگه داشته باشی خیلی میتونه کمکتون کنه. اونقدر اجباری نیست مثل لینکدین، ولی لینکدین یه لول دیگه است، یعنی اگه نداشته باشیش کلا نمیتونی از یه سطحی بالاتر استخدام بشی. اگر بخوام حرفه‌ای بهش نگاه کنیم از یه لولی به بالا اصلا به شما دیگه کار نمیدن، اگه لینکدین و جای متخصصی این شکلی نبیننتون. اوکی، پس با یه سری راههای ارتباطی راجعش صحبت کردیم، لینکدین و این چیزا رو باش راجعش صحبت کردیم، مثل دیتاهای اولیه مثل اسم و فامیل و تعهد و این داستانا رو داشتیم، یه پاراگراف داشتیم اینجا، و بخش اساسی که باعث اعتماد سازی میشه توی رزومه کجاست؟ 3 بخش داریم. بخش تحصیل توی رزومه داریم که اصلا زیاد مهم نیست مگر یه پوزیشن شغلی دولتی باشه یا اینکه اون شرکت خیلی حساس باشه روی این قضیه. آقا مثلا تو اگه زیر لیسانس باشی نمیتونی اینجا باشی، ولی لیسانس شاید اونقدر توی بحث تخصص شما چیزی نه تأثیری نذاره، ولی توی بحث ارتباطات و اجتماعی بودن خیلی تاثیر میذاره. کلا دانشگاه رفتن اون فضا رو دیدن، صرفا مثلا از مدرسه نیومده باشی بیرون بری سمت پروژه اونجور داستانا. نمیگم بایدیه اگر دانشگاه نرفته باشی خیلی لو لول اونجور داستانا است، نه، ولی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی خب بودن نبودنش اونقدر چیز مهمی نیست. تحصیلات فضای زیادی ما توی رزومه خودمون بهش نمیدیم. 2 بخش داریم توی رزومه که خیلی مهمه و باعث اعتماد سازی خیلی بالایی میشه. اولیش پوزیشن های شغلی که تا الان داشتی، کجاها کار کردی. اگر مثلا یه پوزیشن شغلی توی شرکت معتبر داشته باشی خیلی میتونه کمکت بکنه، حتی اگر تماس نگیرن و نبینن که واقعا اونجا بودی یا نبودی، بازم بودنش توی رزومه تو خیلی کمک کننده است. حتی اگر معتبر نیست و خیلی گندم نیست، مهم نیست، اگر پوزیشن شغلی داشتی که توی بازه زمانی اونجا بودی و کار کردی و حضور داشتی به صورت تیمی یا به صورت انفرادی، باید توی رزومت بیاری آقا من اینجا بودم، به عنوان فلان چیزم بودم، مثلا وب مستر بودم، طراح سایت بودم، وب دیولپر بودم، بک اند کار میکردم، یو آی دیزاین میکردم، یو ایکس دیزاین میکردم، پنتستر بودم یا هر چیز دیگه. اینو مینویسید و تایمش هم مینویسید آقا مثلا 1 سال، یا مینویسید از سال 400 تا 401 یا همچین چیزی، هر چند تا داشتی دیگه، مثلا 4 تا کار کردی 4 تاشو مینویسی. دلیل اومدن بیرون تو این که چرا نموندی و چرا بودی و چی کار کردی و اینا رو نمیخواد بنویسی، صرفا همینی که بهتون گفتم بنویسید. بقیه‌اش رو اگر اونا خودشون صلاح بدونن توی حالا اون مصاحبه فنی که فکر نمی‌کنم، ولی تو مصاحبه اجتماعی که اول باهاتون می‌کنم، اون مصاحبه غیر فنی که معمولا منابع انسانی باهاتون انجام میده، اونجا ممکن ازت بپرسی آقا مثلا کجا کار کردی، چرا اومدی بیرون، دلیل بیرون اومدنت چی بوده، چون بالاخره میپرسن. حالا یه سری برای اینکه بتونن نگهت دارن، یه سری برای اینکه بدونن چه شخصیتی داری که اصلا به دردشون میخوری یا نه، کلا اینو میپرسن. دومیش پروژه هایی که تو الان انجام دادی. نمیگم همه پروژه رو بیاره، یه نفر مثلا فتوشاپ کار میکنه
شاید تا 2000 تا پروژه زده، نیازی نیست همش باشه. یه نفر مثلا مثل خود مثلا طراحی سایت میکنه 100 تا پروژه داشته، نیازی نیست همش باشه. یا نمیدونم مثلا فلان کاری کردی 200 تا پروژه داشته، نیازی نیست همش باشه. یه کاری که میتونی بکنی اینه که یا بولد هاشو، پروژه بولد و باحال و خفن تو بیاری اینجا، بیا واسه این پروژه این پروژه داشتم، اینا در نظر بگیرید. اگر توی این شرکت بودی، از این بازه تا این بازه کار کردی، این که اینجا هستی چی، اگر توی این شرکت توی همین بازه اومدی 2 تا سایت هم واسه همین شرکت زدی، اگر اون سایت هایی که زدی به درد بخور بودن، یا حتی اگر مثلا زیاد پروژه نداشتی جایی بود اینجا که بیاریش، اینا رو بیار اینجا. اینا رو صرف همینجا رهاشون نکن، بگو خب من اینجا بودم دیگه، به عنوان وب دیولپر بودم پس حتما طراحی سایت میکردم دیگه. تصویر من رفت، دوباره میذاریم که رکورد بشه. الان دوباره فکر می‌کنم برگشت. اوکی. پس اگر پروژه‌ای داشتی، چه به صورت فریلنسری چه توی شرکتی که بودی، حتما اینجا بیارش. اگر زیاد بود بولد هاشو بیار. اگر احساس کردی خیلی زیاده و همه‌اش هم خفنه و میخوای همه رو داشته باشی، یه فضای آپلود پیدا کن. یه لینکی، یه جایی، صفحه وبی واسه خود داشته باشه، یه سایت اصلا پرسونال واسه خود داشته باش. این دیگه حرفه‌ای ترین حالتش اینه، یه سایت شخصی برای خودت داشته باشی به اسم خودت، که تخصص‌های خودت، رزومه خودت، نمونه کارهای خودت و هر چیزی که وجود داره اونجا داشته باشی. حالا بیا اینجا یه لینک فقط بذاری توی پی دی اف، یا این لینک نمونه کارهای من، اینا بولدش مثلا این 6 تاشون زیر بذاری، یا این 6 تا هست. اگه خواستی همه رو ببینی که روی این لینک بزن برو کلشو ببین، یا بیا توی این سایت تو هیدر مثلا بخش رزومه ها میتونید میان رزومه، بخش نمونه کارها میتونید نمونه کارهای منو ببینید. پس 2 تا بخش خیلی مهم شد دیگه، پروژه ها و جاهایی که کار کردید. اوکیه. در آخر یه چند تا موضوع دیگه هم هستش که اونقدر شاید بولد و عجیب غریب نباشه، ولی احساس میکنم که میتونه به درد بخور باشه و من اینجا براتون مینویسم. اگر فضایی براتون مونده بود راجع به لایسنس هایی که داشتید، گواهی نامه هایی که داشتید، سرتیفیکیت هایی که داشتید، لایسنس سرتیفیکیت هایی که داشتید توی زمین های مختلف، میتونید یه زمین اینجا داشته باشید. مثلا آقا گواهی نامه های من، مثلا اگر دوره آموزشی شرکت کردید که مدرکی بهتون داده، یا مثلا لیسانس گرفتید که مثلا اینجا بنویسید آقا لیسانس نرم افزار مثلا من دارم، یا اینجا بنویسید آقا من گواهی شرکت دوره آموزشی مثلا فلان رو دارم. اونقدر چیز مهم و به درد بخوری نیست. بیشتر فوکوس افراد چه برای دادن پروژه چه پوزیشن شغلی، تخصص و تجربه شماست و اینکه بتونن باهاتون از نظر اجتماعی کنار بیان، یعنی بتونن کار کنن، اون کانکشن رو بتونن باهاتون برقرار کنن. حالا اینکه چند تا گواهی نامه داری و چه کاری عجیب غریبی انجام دادی اونقدر چیز بولدی نیست، ولی بازم میتونید یه همچین بخشی رو توی رزومه خودتون داشته باشید. یه بخش دیگه ای توی رزومه میتونه مهم باشه، بازم بسته به اون کاری که میخواید انجام بدید، پوزیشن شغلیتون، زبانه. چه زبانهایی رو بلدید و تا چه سطحی هم بلدید. اونقدر چیز بولدی نیست ولی خوبه که باشه. مثلا آقا من در سطح متوسط میتونم انگلیسی رو بخونم، در سطح مثلا متوسط میتونم صحبت کنم، در سطح بالایی مثلا نمیدونم میتونم بنویسم یا همچین چیزی. از نظر اینکه شنیداری درک کنید انگلیسی رو، بتونید بفهمید، اینکه بتونید بخونید یا اینکه بتونید بنویسید، این سه تا حالتی که میشه کلا ما انگلیسی کار کنید دیگه. و اگر بتونید مثلا اینا رو بنویسید توی رزومه خودتون میتونه مهم و میتونه به درد بخور باشه. حالا مثلا یه شرکت هست که شما رو میخواد اصلا برای کانکشن های خارجی خودش، که اصلا این بخش بولد رزومه میشه. برای همین گفتم که اگر که نه، زمانی که میخواید رزومه بفرستید 100% بر مبنای شرکتی که میخواید بفرستید و بر مبنای اون آگهی رزومه خودتون رو کاستوم کنید. مثلا این چیزی که الان گفتم، شما باید این بخش زبان رو بیارید بالا زیر اون خلاصه بذارید، بگید آقا مثلا من زبان انگلیسی مثلا اینم فوله، چون بالاخره فول بشه که بتونید برای همین پوزیشن شغلی چیز کنید، اپلای کنید. اوکیه. پس این بخشم باید توی رزومه باشه، ولی خب میگم بر اساس اون کاری که میخواید بگیرید میتونه سطحش بالا پایین بشه، سطح اهمیتش میتونه بالا پایین بشه. حالا همین دیگه، می‌خواستم یه بحث دیگه هم اضافه کنم. احساس می‌کنم اگر الان اضافهش کنم خیلی باز میشه و اصلا میریم توی بحث دیگه. بنابراین این کلیت بحث رزومه بود و کل چیزی که شما باید راجع به رزومه بدونید و چیزی که باید توی رزومه خودتون بیارید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید برای اینکه بتونید توی پوزیشن شغلی یا برای پروژه کلا اپلای کنید و کار کنید و به درآمد برسید. احتمالاً توی قسمت بعدی
قسمت دوم قسمت قبلی رو میذارم، اینکه چطوری بتونیم اولین پروژه های خودمون رو بگیریم و بعدش هم راجع پورتفولیو، راجع مذاکره کردن و راجع مصاحبه فنی و مصاحبه غیر فنی و همه اینا با هم دیگه صحبت میکنیم. میگم چون زمین تخصصی من الان اینجا نیست و این کارو نمیکنم و کلا اصلا سایدم برنامه‌نویسی با پایتون و نمیدونم اسکریپت نویسی و وب دیولپ کردن و پنتست و ایناست، یه کوچولو تایم کمتری دارم برای این کانال، ولی سعی میکنم محتوایی که میتونم بذارم براتون بذارم که به درد بچهای این کانال بخوره. و اینکه همین دیگه، برام کامنت بذارید، لایک کنید این ویدیو رو و دکمه استاوام بزنید اگه تا حالا سابسکرایب نکردید. و اینکه همین دیگه.